ادب خدمت شما بینندگان عزیز، امید در هر جای هستین دارای صحت کامل باشین. امروز باز به یک ویدیو جدید در خدمت شما قرار داریم. امروز به شما نحوه ثبت نام ویزای بشردوستانه بریتانیا و همچنان تمام معلوماتی که ضرورت داره به شما ارائه بدیم که این یک نهاد ARP یا RAP است. نهادی است که بعد از سال 2021 این نهاد ایجاد شد برای افغان‌هایی که در معرض خطر هستند و یا با دولت بریتانیا همکاری کردند. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، خوشحال میشم که چینل سابسکرایب کنین، علامه زنگوله را فشار بدین تا جدیدترین و اپدیت‌ترین برنامه‌های ویزای بشردوستانه و مهمترین خبرهای ویزاهای بشردوستانه و همچنان بورسیه‌ها آگاه شوین. خب میریم سراغ آموزش. در قسمت اول میخوایم که به شما تمام معلوماتی که برای ما گفته شده را به شما ارائه کنیم که چی کسایی واجد شرایط هستند و چی کسان میتونن ثبت نام کنن. چندین کاتگوری داره، اینا را میخوایم به شما ارائه بدم. برنامه ARAP یا سیاست اسکان مجدد و کمک برای افغانها برای شهروندان افغان طراحی شده که با دولت بریتانیا همکاری کرده و در نقشه‌های مهم و یا در نقشه‌ای که در معرض خطر بودن همکاری کردند. این برنامه امکان انتقال به بریتانیا را برای افرادی که واجد شرایط و یا خانواده‌های آنها فراهم میکنه. یعنی برای کسایی هستند که واجد شرایط هستند و همچنان به خانواده‌های اینا هم کمک میکنه که به بریتانیا منتقل شوند. و این از سال 2021 یا اوایل اپریل این برنامه ایجاد شده و هنوزم باز است. هدف اصلی برنامه ARAP است که از افغان‌های حمایت کنه که با دولت بریتانیا کمک کردن و همچنان امکان انتقال به بریتانیا که در معرض خطر هستند به اینا کمک کنه و همچنان به خانواده هایشان هم کمک کنه تا به بریتانیا انتقال شوند. چی کسای واجد شرایط هستند؟ به 4 کاتگوری تقسیم شده. در این قسمت معلومات شرایع شده. تمام متن فارسی و انگلیسیش به شما در یک کانال تلگرام قرار میدم که در این قسمت به تمام معلوماتش به زبان دری و پشتو هم گذاشته شده. من خلاصه این متن بر شما بیان میکنم، شما هم میتونین که این متن ترجمه شدگی را هم بخونین. تمام معلومات این در قسمت ارائه شده. چی کسان واجد شرایط هستند به 4 کاتگوری تقسیم شده. اینا کاتگوری اول شامل افراد میشه که از اول اکتبر سال 2001 برای دولت بریتانیا در افغانستان کار کرده است. یعنی از زمانی که حکومت سابق امارت اسلامی سقوط کرده، از او زمان اینا کار با دولت بریتانیا شروع کردن. این افراد کسایی هستند که در خطر جدی و فوری برای جانشان هستند. یعنی کسایی هستند که خیلی شدیداً به کمک نیاز دارند تا از افغانستان انتقال شوند و خطر خیلی شدید اینا را تهدید میکنه. این افراد واجد شرایط انتقال اضطراری به بریتانیا هستند. افراد هستند که شاید در مدت 1 ماه، کمتر از 1 ماه، بیشتر از 1 ماه یا 2 ماه اینا به بریتانیا انتقال شوند. دسته دوم افرادی هستند که مستقیم به دولت بریتانیا در افغانستان کار کردند و یا به عنوان مترجم، مشاور و یا همچنان مشاور فرهنگی همکاری داشتند و نقش داشتند که بدون آن عملیات بریتانیا به طور قابل توجهی کمتر موفق یا کارآمد بوده است. و همچنان این نقش ها باید به گونه‌ای بوده باشد که شخص به طور عمومی شناخته شده و در نتیجه امنیتش در خطر قرار گرفته باشد. این شامل از این افراد میشه و مثل کسایی بوده که مترجمایی بوده که با خود نیروهای بریتانیا باگشت بوده، مثلا بعضی شهرها میرفتن مثل شهرهایی که جنگ و اینا بوده داخل کابل یا هم داخل شهرهای مثل هلمند و قندهار و شهرهایی بوده که جنگ و اینا بوده. مترجما بوده که داخل اینا همراه اینا میرفتن و یا همچنان مشاورای فرهنگی بوده که داخل خود سفارت بریتانیا با اینا همکاری داشتن یا خارج از سفارت با خود دولت همکاری داشتن و یا میتونه شامل برخی از افراد مثل کارمندای خود سفارت شوند. کاتگوری سوم شامل کسایی میشه که نه در خطر جدی و فوری هستن و نه در دسته دوم قرار دارن. اینا کسایی هستن که فقط بعضی از کمک‌های کوچک انجام دادن با دولت بریتانیا که توسط خود نهاد ARAP اینا برگزیده میشن. کاتگوری چهارم یا دسته چهارم
شامل افراد میشه که موارد خاص باید به صورت جداگانه بررسی شود و این شامل افراد است که به دولت بریتانیا کار کرده است و سهم مثبت در اهداف نظامی یا امنیتی بریتانیا داشته، یعنی به مثل استخبارات اینا با دولت بریتانیا همکاری داشتن و این کسایی است که به دلیل همکاری در معرض عملات هدفمند یا خطر بالا قرار گرفتن. اینا این کاتگوری میتونم بگویم که مهمترین کاتگوری هستند و شامل افراد میشه که حتی از سال 2001 شروع به کار کردن و تا آخر سال 2021 که دولت بریتانیا در افغانستان وجود داشت اینا همکاری داشتن و یا همچنان کسایی بودن که حمایت‌های لوجستیکی انجام دادن، به اینا غذا رساندن یا هر کار دیگه ای که کردن شامل از افراد میشه و همچنان اطلاعات حساس دارن که افشای آن به امنیت دولت بریتانیا آسیب میزنه و این شامل از او افراد میشه که این مهمترین بخش به او افراد هستن که در این قسمت کار کردن. روند درخواست و بررسیش قسمی است که درخواست ها باید به از طریق فرم آنلاین که فرم ما براتون قرار میدم که میتونین بالای از این لینک هم کلیک کنین، این قسمت فرم براتون میاد. از طریق فرم ARAP ارسال میشه و پس از ارسال وزارت دفاع بریتانیا درخواست بررسی میکنه و بعد از او اطلاعات مربوط به متقاضی و تمام خانواده او درخواست میشه، یعنی بعدی که درخواست کردین به شما ایمیل میشه و تمام درخواست هایی که شما دارین و یا دولت بریتانیا شما داره هم از شما و هم از خانواده شما معلومات میخواه. متقاضی ها فقط 14 روز فرصت داره به ای که به درخواست دولت جواب بده و تمام معلوماتی که خواسته اینا باید به دولت به ظرف 14 روز برای اینا بفرسته. اینا تمام موارد بود که باید در نظر گرفته شود تا ای که ثبت نامتان انجام شود. خب برای ثبت نام بالای آنلاین ARAP اپلیکیشن فرم کلیک میکنیم که لینک در دسکریپشن ویدیو همچنان در قسمت کامنت ها به شما پین میکنم. خب وقتی که داخل فرم شدیم در این قسمت، در قسمت اول نام خود وارد میکنیم. من مثلا میزنم به طور مثال محمد. در قسمت دوم نام مکمل پدرتون وارد میکنین. یا مثلا ما یک چیز وارد میکنیم در این قسمت. بعدش در قسمت سوم شما نمبر LSU و یا CISS و یا همچنان نمبر کارت کارمندی خود وارد میکنین، یعنی کارتی که شما داشتین نمبر کارتش شما وارد میکنین. در قسمت چهارم از شما پرسیده که آیا تذکیره دارین یا خیر. اگر داشته باشین بالای یس کلیک میکنین، اگر نداشته باشین بالای نو. و در این قسمت نمبر تذکیره تان وارد میکنین. در قسمت پنجم که من مثلا فقط این نمبر تذکیره را وارد میکنم. در قسمت ششم از شما میپرسه که آیا پاسپورت دارین یا خیر. اگر پاسپورت داشته باشین بالای یس کلیک میکنین، اگر نداشته باشین بالای نو. من بالای یس کلیک میکنم. در این قسمت از شما نمبر پاسپورت میخواه، ولی اگر پاسپورت نداشته باشین بالای نو کلیک میکنین که نمبر پاسپورت از شما نمیخواه. خب من بالای یس کلیک میکنم، فقط یک نمبر پاسپورت به شکل رندوم وارد میکنم. شما باید تمام مشخصاتتان درست و کامل و واضح برایشان ارسال کنین. در این قسمت یک ایمیل باید برایشان بفرستین یا ایمیلتان به طور صحیح و درست وارد کنین که من یک ایمیل رندوم فقط برای مثال به شما وارد میکنم. در قسمت نام شما شماره تلفنتان وارد میکنین که من در قسمت یک شماره رندوم وارد میکنم. تمام مشخصاتی که گفته شده باید به طور واضح و درست وارد شود. به خصوص ایمیلتان باید به درستی وارد کنین و چندین بار چک کنین که ایمیلتان اشتباه نباشه. بعدش در قسمت دهم به شما گفته که کشوری که فعلا زندگی میکنین کجا هست. آیا شما در افغانستان زندگی میکنین، آیا ایران هستین و یا جانتان در خطر بوده رفتین پاکستان، ایران و یا بعضی کشور همسایه. شما کشور که فعلا زندگی میکنین وارد میکنین. در قسمت 11 تعداد فامیلی که شما میخواین با بریتانیا همراهتان انتقال شود را وارد میکنین. اگر تعدادتان 6 نفر است، 7 نفر است، 4 نفر است، هر تعدادی که از شما میتونین ایره وارد کنین. در قسمت 12 از شما خواسته که اگر شامل کاتگوری 4 هستین
بالای یس کلیک کنین و اگر شامل کاتگوری چهارم نیستین بالای نو کلیک کنین که کاتگوری چهارم به شما در قسمت اول توضیح دادم که شامل چی کسانی بود. خب اگر شامل کاتگوری هستین بالای یس کلیک میکنین و در قسمت 13 از شما خواسته که در کدام سکتور شما کارمند بودین یا در کدام بخش از نهاد در کدام بخش از سفارت یا با دولت بریتانیا همکاری داشتن. در قسمت سربازی بوده، حقوق بوده یا در قسمت دولتی یا در قسمت سیاسی بوده، قسمت های امنیتی و یا همچنان در بخش های مالی و مدیریت و اینا و تمام بخش هایی که شما بودین شما در این قسمت وارد میکنین. اگر بخش سربازی بوده یا در بخش های امنیتی بوده شما میتونین این قسمت وارد کنین و بالای سابمیت کلیک کنین. شما بالای سابمیت کلیک میکنین، حتما مطمئن شوین که تمام مشخصات شما درست است. بعد از سابمیت برای شما این صفحه میاد، یعنی فرم شما ارسال شد و به شما در ظرف یک هفته به شما ایمیل میاد. اگر در ظرف یک هفته به شما ایمیل نامد شما میتونین که درخواست جدید ارائه بدین و ای که شما مدت 14 روز زمان دارین تا تمام مشخصاتتان به دولت بریتانیا بفرستین. تمام مشخصاتی که از شما خواسته میشه به ایمیلشان جواب بدین. خب این بود از آموزش امروز و نحوه ثبت نام ویزای بشردوستانه بریتانیا. امیدوار هستم که از ویدیو خوشتان آمده باشه. اگر از ویدیو لذت بردین خوشحال میشم که ویدیو را لایک کنین. اگر در چینل نوستین چینل سابسکرایب کنین، علامه زنگوله را فشار بدین تا جدیدترین ویدیوهای ما آگاه شوین. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.